زن دیگری رو مثال میزنه الله متعال که ازدواج نکرد، دختری که متهم شد، دختری که تهمت ها شنید. تا توی خواهری که ازدواج نکردی و تهمت ها میشنوی و اهانت ها میشنوی، این زن بزرگ تاریخ رو الگوی خود قرار بدی. و مریم ابنت عمران، و مثال میزنه الله متعال برای مؤمنان مریم دختر عمران رو، مریم مادر عیسی علیه السلام، التي احصنت فرجها، اون زنی که پاکیزه نگه داشت، محافظت کرد شرمگاه خود رو. فنفخنا فیه من روحنا، من الله با عظمت در او دمیدم، در شرمگاه او به وسیله جبرائیل علیه السلام، و این روح نتیجه شد عیسی علیه السلام که به عنوان روح الله نامیده شد. و صدقت بکلمات ربها، و تایید کرد کلام پروردگارش رو وقتی که جبرائیل امین علیه السلام آمد و گفت من پیامبر الله تعالی هستم و بشارت داد به عیسی و اینها رو پذیرفت و کتاب‌های آسمانی قبل خود رو قبول داشت و وعده‌های الهی خود رو. و کتبه، و همچنین و صدقت بکلمات ربها و کتبه، تمام آنچه که شنید از جبرائیل علیه السلام و کتاب‌های آسمانی رو تایید می‌کرد. و کانت من القانتین، و فرمان بردار بود و در راه الله متعال عبادت می‌کرد. نامش جاودانه شد در قرآن، سوره‌ای به نامش و بارها در قرآن نامش ذکر شده. بانویی که ازدواج نکرد، دختری که شوهری نداشت و مادر عیسی شد و معجزه‌ای اتفاق افتاد. پدری نبود و فرزندی به دنیا آمد، فرزندی بدون پدر، عیسی علیه السلام. این مثال ها برای ما و شما جای تفکر داره. 4 تا زن رو الله متعال مثال زد برای مؤمنان و برای کفار. 2 تا زن برای کفار، زن نوح و لوط، زن پیامبران الهی که به دوزخ رفتن و هیچ کمکی به اونها نکرد همسرانشون چون خودشون خوب نبودن. و زن بدترین انسان روی زمین، فرعون، که در بالاترین درجات جنت رفت این زن. و همچنین زنی که شوهری نداشت، مریم دختر عمران مادر عیسی علیه السلام، تا الگویی باشه برای من و شما و یاد بگیریم از اینها که شرایط زندگی تو هر چقدر بد باشه و سخت باشه، همسر داشته باشی یا نداشته باشی، همسرت خوب باشه یا بد باشه، چه مردش چه زنش، تو باید خودت خوب باشی، تو باید صبور باشی، تو باید بنده خوبی پیش الله متعال باشی و راه خودت رو پیش ببری. فراموش نکن اگر زنت بده مثل نوح علیه السلام بنده شکوری باش، تلاشت رو بکن. اگر شوهرت بده از آسیه الگو بگیر و اگر شوهری نداری هم مریم رو الگوی خودت قرار بده تا الله متعال تو رو موفق و پیروز و سربلند در دنیا و آخرت داشته باش.